سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 77 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم دو ضربی ترک رو با هم دیگه کار کنیم. قطعه فوق‌العاده زیبا و پر انرژی اثر استاد ابوالحسن صبا که احتمالاً شنیدینش و اجرا کردنش فوق‌العاده لذت بخشه. امیدوارم که تمرینش کنید و اجراش کنید و از اجرا کردنش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای تهیه و تولید این ویدیوها تایم زیادی گذاشته میشه و زحمت زیادی کشیده میشه و این ساده ترین کاریه که شما میتونید انجام بدید که هم من رو حمایت کنید و هم به دیگران کمک کنید که این ویدیوها رو بیشتر ببینن و ازشون استفاده کنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. شماره 77 یه قطعه دوچاره که شروعش با یه ضد ضرب شروع میشه، یعنی شروعش با یه سکوت چنگ نقطه دار شروع میشه. اصطلاحاً میگیم که این قطعه با آفتاکت شروع میشه، یعنی اولش شروع قطعه با شروع ضرب ما یکی نیست. این خیلی مهمه که وقتی که دارید تمرین میکنید این نگرش رو داشته باشید که این سه تا نوت اول شروع میزان ما نیست، از وسط میزان داره شروع میشه. بعضی قطعه هستن که این شکلی یعنی شروع قطعه حتما یه سکوتی بوده، حالا اینجا سکوتشو گذاشته ولی حتی میشه سکوتشو حتی نذاره، یعنی از همون نوت سی شروع کنه به نوشتن و اون سکوت رو خود نوازنده باید متوجهش بشه. بریم شروع کنیم با هم دیگه از ابتدا و فکر نمی کنم نکته خاصی توش باشه که شما بلد نباشید. اگر که درس‌های قبل رو به خوبی کار کرده باشید و تمرین کرده باشید فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه. بریم جلو. از اول نوتامون هست سی فا سی فا سی فا سی ره. ببینید نکته اینجاست که اون سکوت چنگی که اول قطعه هست باعث میشه که جمله ها همه یه تیکش بیفته تو میزان بعد. یعنی اگه بخوایم عبارت بندی بکنیم 4 تا نوت اول میشه یه عبارت سی فا تا اون فایی که چنگ نقطه داره. عبارت بعدی میشه سی فا سی ره، این میشه عبارت بعدی. ببینید یه بخشی از جمله میفته تو میزان بعد به خاطر اون سکوتی که اولش بوده و ادامهش سی فا سی ره دو سی لا دو سی تا اون سی که چنگ نقطه دار هست توی میزان پنجم اول میزان. تا اینجا یک جمله کامل میشه سی فا سی فا سی فا سی ره سی فا سی ره دو سی لا دو سی. این سیه جمله رو کامل میکنه. روی ساز میزنیمش سی فا سی فا سی فا سی ره سی فا سی ره دو سی لا دو سی. این جمله کامل شد. یه نکته ای که یکم متفاوته نسبت به خیلی از درسایی که تا الان زدیم اینه که ملودی با دست چپ شروع شد. توی بیشتر مواقع، توی 99% موارد ملودی ما با دست راست شروع میشه، ولی اینجا ملودی رو دست چپه. شروعش با دست چپه. با شمارش اجراش میکنیم. یک او و سکوت از او جمله ما شروع میشه. میگیم یک او و او دو او و او 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 یک او و. یه اشتباهی که خیلی وقتا منجا میکنن این نوت سی زینت فا نیست که مثلا زم اینجوری نیست، نباید بچسبه بهش.
سی یه نوتیه جدا برای خودش، یه نوت دولاچنگی که یک ارزش زمانی داره، شخصیتی برای خودش داره. پس میشه میریم سراغ قسمت بعد. میزان پنجم از در واقع اوی آخر ضرب اول از سیمای پشت خرک شروع میشه. نوتامون هست سی فا ره سی، سل فا دو سی، سولا سی، دو ره دو سی، لا دو سی. میایم جمله میاد تا خط دوم، میزان دوم اولین نوتش که باز دوباره یه سی چنگ نقطه داره. براتون این قسمت رو اجرا میکنم. شد سی فا ره سی، سل فا دو سی، سولا سی، دو ره دو سی، لا دو سی. با شمارش میشه یک و که مال اون نوت جمله قبل بود، از او شروع میشه. او دو او و او یک و او یک و او دو او یک و او یک و این یک جمله رو کامل میکنه. میریم سراغ جمله بعد. میزان دوم خط دوم از اوی آخر ضرب اول. فا ره دو سی، سی فا سی ره، فا سی ره، فا می ره دو سی ره دو. تا این دویی که توی میزان 1 2 3 4 5 توی میزان ششم داریم. تا اینجا جمله ما کامل میشه. فا ره دو سی، سی فا سی ره، فا سی ره، فا می ره دو سی ره دو. با شمارش اگه بخوایم بزنیم میشه او دو او و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و جمله بعد از ادامه میزان ششم خط دوم. فا ره سی سل، فا سل دو سی، سولا سی، دو ره دو سی، لا دو سی. جمله میاد تا خط سوم میزان دوم اولین نوتمون که یه نوت سیاه سی هست. اینجا یک جمله دیگه کامل میشه. پس براتون اجراش میکنم. فا ره سی سل، سل دو سی، سولا سی، دو ره دو سی، لا دو سی. و اینجا جمله ما کامل شد، یعنی از اول تا اینجا یک جمله کامل شکل گرفت. این قسمت رو بشنویم. این قسمت رو باید تمرین کنید که بتونید روونتر و سریعتر بزنید. مثلا بشه خیلی خوب. میریم سراغ قسمت بعد. خط سوم میزان دوم با اون دوتا جفت سی که توی ضرب دوم هست جمله ما شروع میشه. سی سی فا، سی سی فا ره دو می ره دو سی لا دو سی. این قسمت رو اجرا میکنیم. سی سی فا، سی سی فا ره دو می ره دو سی لا دو سی. شمارشمون از دو او و او شروع میشه. دو او و او، یک او و او، دو او و او، یک او و او، دو او و او، یک او و او، دو او و او، یک او و او. جمله بعد لا دو سی ره دو، می ره فا می سل فا. میزنیمش. اگه بخوایم بشماریمش میشه دو او و او، یک او و او، دو او و او، یک او و. قسمت بعد لا سل سی، لا دو سی ره دو، می ره فا می سل فا میشه. شمارشش میشه او دو او و او، یک او و او، دو او و او، یک او و او. حالا اینو وصل میکنیم به هم دیگه میشه میشمارمش براتون.
دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او. خب حالا این روش تمرین شماست که باید وصلش کنید به ابتدای جمله، به اون جفتا میشه حالا سعی می‌کنید سرعت بهش بدید. این تمرینش می‌کنید. حالا میریم سراغ قسمت بعد. خط چهارم میزان سوم از ضرب دوم. سل فا می ره دو ره می دو فا می ره دو سی ره دو سی می ره دو سی لا دو سی لا دو دو سی. میزنیمش. با شمارش هم که دیگه مشکلی نباید داشته باشید. همه نوتا دولا چنگه. دو او و او یک او و او از دو شروع میشه. دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او دو او و او یک او و او. و اینجا باز جمله بعدی ما کامل میشه. این تیکه رو تمرین میکنیم، یعنی از خط سوم میزان دوم. تمرین میکنید که بتونید روونتر بزنید و تمرین میکنید که بتونید وصل کنید به اون دو سه خط اول قطعه و یه تیکه تا اینجا بیاید جلو. میریم به سراغ ادامه قطعه. دقت دارید که این قطعه اسمش دو ضربی ترکه، یعنی این قطعه داره توی آواز بیات ترک اجرا میشه. توی بیات ترک البته این چیزهایی که الان دارم براتون توضیح میدم مطالبیه که مربوط میشه به کتاب‌های بعدی و وقتی که شما می‌خواید ردیف نوازی کنید و دستگاه‌ها رو بشناسید. ولی صرفا برای اینکه فقط بدونید توی بیات ترک یک گوشه معروفی داریم به اسم گوشه شکسته که مشخصش اینه که از ری زرد توش استفاده میشه که ری کرون هست. این قسمتی که الان می‌خوایم واردش بشیم اگر دقت کنید از ری زرد استفاده کرده و کنار ره همه علامت کرون هست. این کوک ساز مربوط میشه به کوک ساز شما که باید حتما ری زردتون کرون باشه. اصولا اگر کوک شور کرده باشید برای کسی که میخواد مبتدی کار بکنه ری زرد قاعدتا باید کرون باشه. و اینجا اشاره به گوشه شکسته داره از خط پنجم، همون قسمت دوم میزان اول. نوتامون میشه فا 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 می ره ره می فا فا می فا ره. اجراش میکنم. شمارشش دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او. ادامهش سی سی فا سی لا سول فا می ره می فا سول فا می ره می فا ره. حواسمون به اون فای نوها هم باشه دیگه، اینو بلدید هر جا فا نه داره باید خرک نهم بخوره. پس جمله‌مون میشه سی سی فا سی لا سول فا می ره می فا سول فا می ره اون فای اول پایین خرک دوم سفیده، فای دوم چون نه داره خرک نهم زرد اجرا میشه. حالا این دوتا رو وصل میکنیم به هم دیگه. فا 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 می ره می فا فا می فا ره. تمرین میکنید که اینو بتونید روون و خوب بزنید. حالا میریم سراغ جمله بعدی. ادامه این قطعه از پایین خط سوم میزان دوم. می فا سول لا سول فا می ره دو ره می می فا سول لا سول فا می ره دو ره می. این میشه یه تیکه از جمله. قسمت بعد ره می فا سول فا می ره دو سی دو ره ره می فا سول فا می ره دو سی دو ره. و قسمت بعد دو ره می. این دیگه یه جمله طولانی میشه. فا می ره دو سی لا سی دو می ره دو سی لا سول لا سی دو سی لا سول و بعد از سیمای زرد میاد بالا فا سول لا سی دو ره می فا سول لا سی دو و دیگه میریم تا دو میزان مونده به آخره، یه خط مونده به آخر. پس این جمله رو براتون کامل اجرا می‌کنم. اینا دیگه یه سری نوت‌خوانیه که باید پشت سر هم بخونید. می فا سول
تکمیل میشه. این که درست شد، حالا بعد این قسمتی که بهتون گفتم وارد گوشه شکسته میشه رو این تیکه رو اجرا بکنید، یعنی و اون قسمت آخر، یعنی از دو میزان آخر یه خط مونده به آخر تا آخر قطعه، اینا دیگه تکرار بالاست، تکرار خط اوله. اینجا قطعه ما تموم میشه. خیلی خیلی قطعه زیبا و پر انرژی و قشنگه. من یه دور قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بشنوید که چه صدایی رو شما باید از سازتون در بیارید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.